یکی از اصلی ترین دغدغه‌های ما ایرانی‌ها وقتی به آلمان میایم، شاید بتونم بگم اصلی ترین دغدغه‌ای که ما ایرانی‌ها وقتی به آلمان میایم داریم، اجاره خونه است و واقعا این پروسه سختیه. هم اجاره کردن خونه کار سختیه و همین که تا میرسیم باید این کار رو انجام بدیم و وقت محدودی داریم. بنابراین جمع شدن اینا با هم دیگه واقعا این پروسه رو سخت میکنه و من خودم شخصا توی این زمینه خیلی اذیت شدم. البته خب تجربیات زیادی هم به دست آوردم که در اسرع وقت یه دونه فیلم خیلی کامل داخل کانال یوتیوبم میذارم و از تمام تجربیاتم بهتون میگم. واقعا کار سختیه. این خونه‌های به این قشنگی که دارید میبینید گرفتنشون واقعا سخته برای ما ایرانی‌ها. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه وقتی ما اولش میایم نه اینجا شغلی داریم. برای اینا مهمه که حتما شغل داشته باشید. هر چقدر بهشون بگی که آقا من شغل ندارم ولی پول دارم، پول نقد آوردم، قبول نمی‌کنم. میگم فقط باید شغل داشته باشی. مرحله دوم برای کسایی که بچه دارن، برای اونها هم باز یه مرحله سخت‌تر میشه. یعنی چی؟ یعنی میگن که آقا بچه کوچیک داریم، ما مثلا 2 نفر راحت‌ترین بدیم. مخصوصا که رقابت اینجا زیاده. مثلا بعضی از خونه‌ها رو شما میری برای دیدن، برای بازدید می‌بینی دفعه 20 نفر اومدن برای بازدید. بنابراین کارو خیلی سخت می‌کنه. اما علل حساب چیزایی که میخوام بهتون بگم اینه که اپلیکیشن هایی که میتونه توی این زمینه به ما کمک کنه خیلی زیادن، ولی اون اصلیاش که بهتره بدونید ایمو سکات 24، ایمو سکات 24، ایمو ولت، eBay Kleinanzeigen و وگ gesucht. اپلیکیشن گفتم بهتون زیادن. این 4 تا از همه مهمترن و تقریبا هم به ترتیب اهمیت بهتون گفتم و کار کردن باشون خیلی سخت نیست، ولی اگه لازم بود در آینده برای اینکه چجوری میشه با این برنامه کار کرد میتونم براتون مطلبشو بذارم تا تجربیات بعدی.